قربانی بکنن. ببینید خیلی نیازمند هستیم که قربانی نیز از گردن ما و شما ساختن، اما کسی که هم نداشته باشد، یعنی که کسی که یک 5-6 روز هم داشته باشد، اگر از بخاطر الله و از روی اخلاص ایمان این کار انجام خداوند خدا قبول مطلوب. بنابراین صدقه در نوبت خود دخیل میشد. صدقه فرضی هست و صدقه نفلی. صدقه فرضی این چه از زکات ما است. صدقه فرضی این است چه است؟ یعنی صدقه فطر آدم است. اما نفلی در عبادت، این عبادت باید شرط و شروط باید داشته باشد. اگر شرط و شروطش موجود نباشد، او صدقه های ما روز قیامت در سیما و صورت ما و شما زده میشه. اگر ما و شما صاحب نصاب نباشیم زکات مال بدهیم، خداوند از ما و شما را قبول نمیکنه. جوانمردی خوب است. اسلام دینی است که مردم را به جوانمردی دعوت میکند. از همه جوانمردترین مردم و بین ما شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود که افتخار ما و شماست. ما پیرو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بنابراین آیه که تلاوت شد که فاستعینوا بالله وآتوا ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كان اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. خداوند ما شما را میگوید که بدهید صاحب قرابت را حقی و عاجز و مسافر است و اسراف مکن. اسراف کردنی بس به دوستی که اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین و بود شیطان و پروردگار خود ناسپاس. یعنی صاحب قرابت ما شما حق دارند. یعنی قرابت کیست؟ یعنی پدران و مادران ما شما حق اهمترین بالای ما شما دارند. اگر نیاز داشته باشند باید حق و حقوقشان باید داده بشود. نفقه ایشان در گردن ما شما واجب میشد، لازم میشد. و بدهید صاحب قرابت را حقی و عاجز و مسافر است. عاجز انسانی که مریض است، انسانی که نیاز دارد، انسانی که فقیر است، انسانی که مسافر است، انسانی که غریب است. او بالای ما شما حق دارد. و بدهید صاحب قرابت را حقی و عاجز و مسافر است. یعنی مسافر کسی است که مسافر کسی است که مسافرت کرده است اما پول و پیسش با او نیست. او بالای ما شما حق دارد. و اسراف مکن. اسراف کردن بس به درستی که اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین و بود شیطان و پروردگار خود ناسپاس. بنابراین زمانی که انسان باید صدقه بدهد باید شرط و شروطی صدقه باید موجود باشد. خیلی در ما مردم مسلمان یک بدعات عادت شده، یک کارهای عادت شدگی است. زمانی که یک برادر، یک دوست ما، یک فرزند ما از فامیل ما و شما یک از به لقای الله می رود، یعنی که فرشته مرد آمده جانش را می گیرد، یا که اگر ما و شما نادارم باشیم حرکت می کنیم، کوشش سعی میکنیم تا که مردم ما و شما را تمسخر نکنند که فلان کس صدقه نکرد، فلان کس احسان در حق اموات نکرد. ولکن برادرها در قرآن در حدیث آمدگی نیست. یعنی که قرآن ما و شما را ترغیب میکنه که شما صدقه میکنید که صدقه کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه ترغیب میکنه که صدقه بکنید، اما باید شرط و شروطی صدقات باید موجود باشد. خیلی آمدگی در ما که 7 و 20 و یعنی که سال و سال شکن کمچی چیلو، یعنی که اینها در کتاب آمدگی نیستند. اما
شما باید اون روز را مشخص نکنید، خاص نکنید که ما فقط در روز جمعه امداد میکنیم، خیر میکنیم، احسان میکنیم. اگر شرط شروطش باشد در کدام موردی که ما شما خیر و احسان میکنیم، خداوند او را چکار میکند؟ قبول میکند. نه که شرط شروط صدقات باید موجود باشد. چنانچه آیه دیگر به ذهن بنده آمد فاستعیذوا بالله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. آیه تلاوت میگه ای پیامبر خدا، خطاب او است، مکن دستی خود را بسته به گردن خود و مکشای آن را تمام کشایدن که بنشینی درمانده و ملامت کرده شده. یعنی که او جوانمرد بود پیامبر خدا، زمانی که یگان انسان نیازمند دروازه او را میزد، دروازش باز میشد. اگر طعام یک روزه میگه در فامیل رسول الله، در خانواده رسول الله میبود، او را میگه امداد و خرج میکرد و اهل و عیالش را امر میکرد که روزه نفلی بیدارید. آیا ما و شما اینطور هستیم؟ اینطور جوانمرد ما و شما هستیم؟ نیستیم. یکی خیر و احسان و صدقات ما و شما برای چی است؟ برای بیناندن، برای تظاهر، برای خودنمایی، برای که فلان کس فلان بسم الله. باید در صدقات ما باید یعنی چی؟ افتخار باید نباشد. اصل جمع کردن مال برای خرج است، نه برای مباحات، نه برای افتخار. مال باید جمع کنیم، در او باید صدقات باشد. بیدی صاحب قرابت و چنانکه آیت شدم مکن دستی خود را بسته به گردن خود. یعنی ای پیامبر خدا، نه آنقدر بخیل ممسیک باشی که از نعمت خدا داری توی چقدر استفاده نکنم. یعنی اصل جمع کردن و مکشایان را تمام کشایدن، یعنی که یک بار مال سرمایه را باید بخرج نکنیم. که اگر در دست ما شما 1000 دلاری باشد، یعنی که همه را بخرج بگیریم و خودمان فامیلمان ته دست بشیند ملامت کرده شد. معال من اکتسب، کسی که در نعمت خدا داد میانه روی کند، تن دستی را نکنه. خطاب شد بر رسول الله پیامبر خدا، دستی خود را بسته به گردن خود مکن و مکشای آن را تمام کشایدن که بنشینی درمانده و ملامت کرده شده. معال من اکتسب، یعنی که در نعمت خدا داد باید میانه روی کرد. به دخل و خرج خود هر دم نظر کن، چون دخلت نیست خرج آهسته. شاید در این آیه گرفتن سیدای نیست. به دخل و خرج خود هر دم نظر کن، چون دخلت نیست خرج آهسته. یعنی که در صدقه باید شرط شروط باید موجود باشه. شرط نیست که فرزند از ما و شما به لقای الله رفت یا شهید عادی شد، بعد 3 روز، بعد 7 روز ما و شما جمع‌آوری کنیم، از همسایه قرض بکنیم، یا یگان برادر، یگان دوست ما، یگان فامیل ما و شما، یا یگان گاو قرض گرفته بشد، کشته بشد و در حق ارواح میت داده بشد. این شرط نیست. اگر ما و شما، پدران ما و شما، مادران و فامیل ما و شما اگر 10-15 سال پیش یا 100 سال پیش رفتن باشد، اگر 1 درم یا 1 سوم یا 10 سوم که مردم نیاز به سوم دارن، امروز خرج در